سلام خدمت دوستان. یک نمونه از قبرهای با ارزش و تپوله‌ای. امروز اومدم براتون توی محیط فیلم برداری کنم تا بیشتر آشنا باشید با این نمونه قبرها که جز قبرهای با ارزش میشن و میتونه اجناس خیلی خوبی رو بهتون بده. کافیه فقط نمونه های تدفین رو بشناسید. هم یک نمونه از قبرهای با ارزش ما همراه با سفال. تیکه های سفال هم در محیط هست. بله، این هم تیکه های سفال. قبرها میتونه بار خوبی رو بهتون بده و در محیط قلعه ها و قبرستان های نامی دنبال اینجور قبرهایی باشید که جز قبرهای حاکمان و افراد بلند پایه محسوب میشه. ممنون، انشالله که موفق باشید در کاوشاتون. آرزوی پیروزی براتون دارم. عمق این قبرها تقریبا از 2 متر تا 4 متر است. این هم یک نمونه سفال. ممنون، در پناه خدا.